داغ بزرگ بر دل نغمه در امریکا. نغمه چی عضوی از خانواده‌اش را از دست داد؟ افشای حقایق و ناگفته‌های زندگی نغمه در امریکا. دلیل جدا شدن نغمه شوهر دومش چیست؟ دلیل دوری بانو نغمه از هنر موسیقی فاش شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. بانو نغمه یکی از هنرمندان بی‌بدیل، تاریخ ساز و یکی از هنرمندان سابقه دار در هنر موسیقی افغانستان است. از سن 18 سالگی شروع به سرودن آهنگ کرد. هرچند نغمه در ولایت کندهار دیده به جهان گشود و پشتون می باشد، ولی در سن 6 سالگی خانواده اش به کابل کوچیدند و در کابل بزرگ شد. نغمه طرفداران و علاقه‌مندان صدایش در میان فارسی زبانان و پشتو زبانان سرتاسر جهان بیشمار است. طرفداران هنری خاص خود را دارد و یا مثلا کنسرت برای دوزاران و طرفداران صدایش در سرتاسر جهان برگزار می کند. بانو نغمه در سن 18 سالگی با منگل ازدواج کرد، ولی به دلیل نامعلوم در سال 2006 این دو از هم جدا شدند. تازه تصاویر نغمه در صفحات مجازی نشر می شود که وی برای همیشه از هنر موسیقی دوری گزیده است، اما تاکنون معلوم نیست دلیل دوری بانو نغمه از هنر موسیقی چی می باشد. ولی نغمه تازه تصاویرش نشر می شود در حالت گریان است و یکی از خواهرزاده هایش را در امریکا از دست داده است و به همین دلیل مدت می شود کاملا گوشه‌نشین شده است. نغمه در امریکا بار دیگر ازدواج کرد، ولی از شوهر دومش هم جدا شده است. ما در انتظار نشر تازه ترین آهنگ‌ها از این بانوی هنرمند کشور خود هستیم. عزیزان و دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نغمه به اشتراک بگذارید. برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.